اما حالا همیشه صحبت این بوده عزیزان که ما باید چیکار بکنیم که مثل همه اقلیت‌های دیگه در امریکا برای خودمون یه رسمیتی داشته باشیم و محسوب بشیم و خلاصه شمرده بشیم، به خاطر اینکه الان همه اقلیت‌ها تو امریکا مثل هندی‌ها، چینی‌ها، ژاپنی‌ها بر خودشون قدرتی دارن، حتی کم کم به همه جا نفوذ کردن. ولی ما ایرانی‌ها با اینکه یکی از پرقدرت‌ترین، ثروتمندترین و باهوش‌ترین اقلیت‌های آمریکا هستیم که حتی سران کمپانی‌های مهم در امریکا ایرانی هستن، خیلی‌هاشون، هنوز صدامون به جایی نرسیده و هنوز محسوب نمیشیم. و چون که این اپریل خیلی خیلی مهم هستش عزیزان، خیلی مهمه، ماه مهمیه برای ما ایرانی‌ها، نه فقط به خاطر اینکه خب عیدو پشت سر گذاشتیم، به خاطر سرشماری 2010 که هر 10 سال اتفاق میفته و این سرشماری سرنوشت ما ایرانی‌ها رو عوض میکنه، به خاطر اینکه ما باید یه صدایی داشته باشیم. در دست ماست که در جامعه امریکا، در همه جای آمریکا و به خصوص تو گاورمنت آفیس‌ها، یعنی جاهایی که حرفمون میره و میتونیم تاثیر در سیاست آمریکا، در بودجه که برای ایرانی‌ها میذارن، برای که اصلا محسوب بشیم، ایجاد بکنیم، باید در این سرشماری مهم شرکت بکنیم. و من به این منظور مهمان‌های خیلی خیلی محترم و عزیزی برای شما امشب آوردم و ازشون خواهش کردم که بیان اینجا که راجع به این سرشماری مهم که واقعا سرنوشت ساز هست برای ما ایرانی‌ها صحبت بکنن. دو تا چهره خیلی خوب که ازشون ممنون هستم که این راه طولانی رو آمدن و خواستن که به ما بپیوندن که خدمتی برای شما عزیزان مثل همیشه انجام داده باشیم. من خواستم سلام بکنم به شما عزیزان، سلام به برنامه سفره دل، خوش اومدین. در اینجا میخواستم که خانم نیلوفر نوری رو و آقای بروس بهمنی رو، بهروز بهمنی رو به شما عزیزان که حتما قبلا هم اطلاع داشتین ولی دوباره معرفی بکنم. سلام. سلام به شما و بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که آمدین. میخواستم که مقدار خودتون رو معرفی کنین. از شما شروع میکنم نیلوفر جون و بعد به بروس عزیز میپردازیم راجع به اینکه چه کار میکنین، چطور شد که امشب اومدین و چه چیز مهمی هست که میخواین راجع به صحبت بکنین. یک اینتروداکشنی به بینندگان عزیز بدین راجع به این برنامه سرشماری. خیلی متشکرم. من نیلوفر نوری هستم از طرف سازمان بیووتر که یک سازمان نان پرافیت غیر انتفاعی هست که ایرانیان رو تشویق میکنه به فعالیت هرچه بیشتر در جامعه مدنی و سیاسی آمریکا. ما هدفمون واقعا اینه که ایرانیان صدای بیشتری داشته باشن در این مملکت و الان هم یه مقدار فعالیت‌هایی داریم با گروه‌های دیگه در سرتاسر آمریکا انجام میدیم که بیشتر در مورد اون صحبت خواهیم کرد و این فعالیت‌ها همه درباره اینه که اطلاعات بیشتری برای جامعه ایرانی در آمریکا درباره سنسس یا سرشماری فراهم بکنیم. سلام، منم بروس بهروز بهمنی هستم، داوطلب هستم، با گروه نیلو جان و باشون همکاری میکنم و کمک میکنم راجع به این برنامه خیلی مهم امسال. خب بعد اینجا اضافه کنم که خانم نیلوفر نوری اگزیکیتیو دایرکتور بیووتر هستن و آقای بروس بهمنی هم که همونطور که خودشون گفتن از داوطلبان بیووتر هستن و یکی از چهره‌های فعال شمال کالیفرنیا هستن. من هر جایی که برم که فعالیتی باشه، گرد همایی برای ایرانی‌ها باشه، همیشه بهروز رو می‌بینم و هر جام که خودم دست خودم باشه بهشون تلفن می‌کنم و خواهش می‌کنم که بیان. در همه جا فعال هستن و خیلی خوشحال هستم که امشب آمدید. من چیزی که دوست دارم و همیشه راجع به صحبت کردم اینه که ما واقعا باید متحد بشیم. خیلی از برنامه‌هامون رو روی این اختصاص دادیم. من خواستم ببینم که خیلی خوشحالم که امسال در سال 2010 اینطوری باعث شده که ایرانی‌ها خیلی تو این کار سرشماری 2010 برای ایرانی‌ها خیلی فعال شدن. میتونین در رابطه با این یه ذره توضیح بدین که چطور شد که امسال من همه جا میشنوم که ایرانی‌ها با هم همکاری میکنن راجع به سازمان‌هایی که با هم این کار رو انجام میدن؟ تقریبا چند ماه پیش بود که 11 تا سازمان ایرانی از واشنگتن دی سی گرفته تا این طرف آمریکا همه تصمیم گرفتیم که با 3 هدف مشترک دنبال این برنامه بریم که سرشماری رو، اطلاعات درباره سرشماری برای همه ایرانیان آمریکا فراهم بکنیم. هدفمون هم این 3 هدف، یکیش این بود که سرشماری دقیق انجام بشه در جامعه ایرانی آمریکایی. دوما این که این اطمینان رو بدیم که اطلاعاتی که
در این فرم ها می نویسید محرمانه خواهند بود. و سومم این که همه یک جواب یکسان در این فرم ها بدیم، یعنی هممون بنویسیم که ما حالا بعدا صحبت میکنیم دقیقاً کجای این فرم باید چی نوشته بشه، ولی بنویسیم همه که ما ایرانی آمریکایی هستیم، ایرانیان یا ایرانیان امریکن. این اهداف این 11 گروه بود، ولی از اون موقع تا حالا الان این گروه ها نزدیک به 35 یا بیشتر هم رسیده که فعال هستند در خیلی از ایالت‌های آمریکا که ایرانی‌ها رو مطلع بسازن درباره اهمیت این سرشماری. این سرشماری خیلی خیلی اهمیت داره. میتونین شما بروز جان بگین که چرا انقدر، خب من یه مقدار کمی به طور کلی گفتم، ولی شما توی جزئیات بگین که چرا انقدر برای ما باید مهم باشه امسال که اینو ما محسوب بشیم و فقط وایت نزنیم. بله، این سرشماری چیزیه که خیلی معموله تو آمریکا، نزدیک 100 ساله که داره اجرا میشه و سوالایی راجع به جمعیت آمریکا رو میپرسه. این خیلی چیز ساده ایه ولی برای ما مهمه، چون که تا حالا تقریبا قائم بودیم از این کار و ما حالا که فعال هستیم توی این گروه های جامعه ایرانی دوست داریم که ایرانی‌ها رو کمی همبستگی نشون بدیم، با هم باشیم و توی این سرشماری که اتفاقاً امساله یه مقدار فشار بیاریم که با هم باشیم. این سرشماری برای اتفاقای خیلی زیادی استفاده میشه، مثلا برای بودجه گذاری دولت آمریکا که یه مقدار از این پول مالیات ها رو میخوان پس بدن به ناحیه‌های مختلف. خب البته باید بدونن که چند تا ایرانی هست یا چند تا آمریکایی هست یا چند تا آدم به طور کلی هست توی اون ناحیه، توی اون شهر، توی ناحیه، توی زیپ کد. این بر حسب اون در حدود نزدیک به 4 بیلیون دلار، 4 میلیارد دلار، 400 میلیارد دلار ببخشید در طول این 10 سال دیگه خرج میشه. این تقسیم بندی میشه برای هر نفری که شمرده میشه در حدود 3000 دلار سالی میاد توی اون محله یا تو اون ناحیه، تو اون شهرک، تو اون شهر که اون کسی اونجا زندگی میکنه. این پول برای چیزهای خیلی مهم استفاده میشه، برای مقدار پلیس، برای آتش نشانی، برای مدرسه ها، برای کتابخونه ها، برای پارک ها، برای چیزهایی که برای ایرانیان مهمه و علتی که در اون محله زندگی میکنن این پول خرج میشه و اگر نشمرن، اگه شمرده نشن، خب البته 3000 دلار کمتر ناحیه شما میگیره. ما دوست داریم که مطمئن بشیم که ایرانی‌ها تو این کار فعالیت داشته باشن و انجامش بدن و حالا با نیلو صحبت میکنیم راجع به اینکه چجوری و جریانش چیه. نیلو جان قبل از اینکه بخوایم چیز کنی شما صحبت بکنی، خطی داریم که اون خط رو بگیریم با اجازهتون. عزیزانی که تلفن میکنین ازتون خواهش میکنم که برده‌بار باشین و اگه ما وسط صحبت هستیم لطف بکنیم صبر بکنیم که وسط حرفامون نباشه، ولی الان خط رو داریم. سلام به برنامه سفره دل، خوش اومدین، بفرمایید. الو سلام خانم. سلام، حالتون خوبه؟ شبتون بخیر. اینجا شبه، من نمیدونم. ما خانواده 5-6 نفری ایرانی هستیم، یه زن و شوهر و دختر و فلان. برای ما از فرمان نیومده، ما چی کار کنیم؟ کجا هستیم ببخشین؟ ما شهر لس آنجلس، شهر تارزانا. اوکی. براتون فرم هنوز نیومده؟ هنوز نیومده. خب که حتما شما آدرسی دارین که بهشون بدم. ببخشید این فرما در همین هفته ها دارن میان، یعنی هنوز میلیون ها فرم هستن که شاید پست نشده باشن. اگر شما تا اول آوریل فرم رو دریافت نکردین، ما یک وبسایتی داریم که روی صفحه میتونیم نشون بدیم، میتونید با این وبسایت تماس بگیرین. در ضمن من یه شماره تلفنی دارم که مال خود سازمان سرشماری هست، اونو الان بهتون میدم. اگر تا اول آوریل دریافت نکردین فرما، لطفاً با این تلفن تماس بگیرید. شماره هست، خودکار داریم بنویسین الان؟ جان بله میتونم بنویسم. بله. شماره هست 1-866 872 68 68
68 68 68